با سلام خدمت امیران عزیز، وارد جلسه چهارم آموزش قرائت قرآن شدیم. در بخش روحانی هستیم و جناب آقای شاهید جلسه چهارم رو انشاءالله ارائه خواهند داد. آقای شاهید بزرگوار بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، نمازشون قبول بشه انشالله. عرضم بزرگم شد که جلسه قبلی سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عرضم شد که جلسه قبلی من حروف ناخوانا رو توضیح دادم که یکی از مهمترین قاعده روحانی هستش و شاید سخت‌ترین قاعده روحانی باشه که در اتصال اون به اصطلاح یه قسمتش در حروف داخل کلمه و یه قسمتش در اتصال دو کلمه کاربرد داره. همیشه ناخوانا داخل حروف یک کلمه، گاهی ناخوانا در کلمه که اینجا دیده میشه مربوط میشه. همیشه ناخوانا بودیم که مدل اول خدمت دوستان عرض کردم، آی او که بالاش همزه باشه، این صداهای کشیده که بالاش همزه باشه و عرضم به حضورتون که گفتم این آی او پایه هستن، خونده نمیشن. همزه با 7 علامت خونده میشه. حالا همزه چه بالای آی او باشه چه پایین آی او باشه فرق نمیکنه، همزه با علامت خودش خونده میشه. مورد دوم که یه واو بود دیگه الف نبود، فرقش مورد اول این بود. مورد اول آی او بود، اینجا دیگه الف نداره، یه واو هست. حالا یه به اصطلاح یا بی نقطه یا به اصطلاح یه چسبان یا یکی که اول وسط کلمه میاد و به اصطلاح الف صغیره یا مقصوره بگیم بالای یه واو میان که اینا یه واو پایه میشن و الف مقصوره خونده میشه، به تبع خونده میشه، خوانا میشه. یه چیز بس یه قسمت خاناست، یه قسمت ناخوانا هستش. خوانا همزه و همزه با 7 علامت الف صغیره و ناخوانا هم آی او تو مدل اول، تو مدل دوم که یه واو هستش. اما مدل سوم جلسه قبل، مدل سوم صفرها هستن. صفرها خیلی پرکار بودن، خصوصا مدل صفر مستدیر که این شکل هستش که نباید این شکل اشتباه بشه با مستطیل قائم. مستدیر، مستطیل قائم. مستدیر در قرآن خیلی زیاده، یعنی به اصطلاح مستطیل قائم تو قرآن کمیابه. این دوستان باید دقت داشته باشن. از پرکاربرد صفر مستدیره، صفر مستطیل قائم کم کاربرده. دقت هم شکلشون بکنن، حالا میشه گفت صفر مستدیر مثل قطره آبه، این کج و کوله است. ببینن چون خیلی نزدیکن، فونت و اسمانت هم خب ریزن، وقتی ریز بشون که چشم نبینه اشتباه کنه. صفر مستطیل قائم از مستدیر مثل یه قطره آبی که کج و کوله است. ببینید مستطیل به اصطلاح مثل یه حلقه زنجیر میمونه، یکم متقارن‌تر رو به قول آیرودینامیک‌تر شکلش. صفر مستدیر نکته‌ای که هستش روی در قسمت نکته ها من توضیح دادم، این نکات مربوط فقط به صفر است. نکته اول، صفر مستدیر روی آی او میاد. دوستان ببینن به این شکل آ یه صفر یه و واو، الف مدی یا مدی واو مدی مشخصه، ولی صفر مستطیل قائم فقط رو الف میاد به این شکل. الان دوستان دارن میبینن این فرق خیلی کلیدیه. پس تو صفر مستطیل قائم نه دنبال این یه و واو بگردیم. صفر مستطیل قائم رو یه و واو نمیان، یعنی یا الف یای مدی و واو مدی. این نکته خیلی کلیدی مشخص مصدرشی. الف الف مشترکه ولی یه و واو دیگه در صفر مستدیر میان، یعنی صفر مستدیر رو یه و واو میاد ولی در به اصطلاح مستطیل قائم نمیاد. این نکته کلیدی یک و دو. دو تا نکته دیگه هم توی صفرها باقی میمونه که خدمتشون توضیح میدم. اما اصلا چی هست صفر مستطیل و مستدیر؟ یعنی چی؟ پس این رو آی او، این فقط روی الف میاد. خب این علامت به چه معنایی هستش که ما در قرآن ببینیم؟ این علامت به دو حالت پیدا میکنه، هم صفر مستطیل هم مستدیر.
دو حالت پیدا میکنن، در حالت وقف و وصل میشن. این تقسیم بندی باید داشته باشیم. وقفشون مشخصه، ضرب در زدم، وقف ناخوانا، این ضرب در و ناخواناتون تیکم که خانه است. وقف و وصلش کلا ناخواناست تو صفر مستدیر، خیلی راحت. بنابراین صفر مستدیر که در قرآن پرکار برده راحت تره. این من توضیح میدم چرا راحت تره. چون در حالت وقف، چون حالت وقف و وصلش با هم فرق نمیکنن. وقف ناخوانا، وصلم چی ناخوانا، تمام. اصلا انگار که این آی اویی که بالای صفر مستدیر اومده، بگن دوستان خونده میشه نمیشه؟ خونده میشه نمیشه. کلا خونده نمیشه. وقف و وصلم نداره اصلا، کأنه کل عدم هستش، اصلا نگارش نشده در قرآن. نتیجه این میشه شما ده وقف وصلش من فرقی نداره. ولی مستطیل قایم اینجور نیست. اونی که در قرآن کمیاب سخته، اونی که پرکاربرد و زیاد راحته. این دوستان حفظ کنن به این شکل، یعنی معکوس همن. صفر مستدیر که زیاده در قرآن خب راحته، چون وقف و وصلش فرق نمیکنن. کلا از آیه او رو دیدید که صفر مستدیر بالاش اومده، ناخوانا، تمام. ولی اونی که کمیاب سختره که صفر مستطیل قائم باشه. این چرا سخته؟ علتش این که وقفش با وصلش متفاوته. وقفش خاناست ولی وصلش چیه؟ ناخواناست. یعنی الفه، فقط الف گفتم میاد دیگه توی یا، بر روی یا مدی و وای مدی این صفر مستطیل قائم نمیاد، بر روی الف مدی. این الف مدی در حال وقف خوانا میشه و این وقتی بخواید وصل کنید همون الف مدی چی؟ ناخوانا میشه. حالا من رو مثال برای دوستان توضیح میدم که کاملا مشخص بشه. بس فقط تفاوت این صفر مستطیل و مستطیل قائم و مستدیر در وقف و وصل شد. در مستدیر کلا ناخوانا، چه وقت چه وصل، آیه او کلا خونده نمیشن، چه وقت چه وصل. مستطیل قائم و وقف خوانا، در وصل ناخوانا. حالا من برای اینکه دوستان رو راحت هم حفظ کنن یه تکنیک هم بهشون میگم. مورد اول تو نکاتی گفتم، که اول نکته دوم توضیح دادم. نکته جیم سوم، تنها موردی که این دو علامت کنار هم تو قرآن اومدن و در دو کلمه عین هم اومدن، هم کنار همن هم دو کلمه هم عین. سوره 10 انسان، صفحه 579 آیه 15 و 16. 579. من یه لحظه قرآن رو دوستان بیارم. خب این 579 آیه 15 و 16. خب اینجا دوستان میبینن. یکی از دوستان اگر آیه رو بخونه برای من تا برسیم به شاهد مثال. شاهد مثالمون تو اینجا در واقع دوستانی که با موبایل هستن میتونن سفر بزرگم بکنن، ولی که کامپیوتر هستن نه، من باید بزرگ بکنم بهتر. خب من اینکه بتونن علامت رو بیارن. شاهد مثال این دوتا صفر هستن. ببینید توی یک به اصطلاح دو تا کلمه قواریر هستن، کلمات هم عین همن، دو کلمه عین همن، دو تا علامت هم بغل هم اومدن. تنها جایی که در قرآن میشه گفت این دو تا علامت صفر مستطیل قائم و مستدیر کنار هم اومدن و در یک کلمه هم هستن اینجاست. اون وقت سخت میشه کار، چون کلمات هم متفاوت نیستن، عین همن. آخر آیه 15 اول آیه 16 خوندن سخت میشه. حالا کدوم دوستان میتونن بخونن اینو برای من؟ هر کدوم دوستان آمدن مشکل نباشه، غلط میشه، اشکال نداره. یکی از دوستان داوطلب بشن دیگه که مشارکتی تر بشه. بله. اگر وصل باشه میشه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم قواریر. اگر وصل باشه چی میشه؟ میشه قواریر. خب قواریر وقف. اگر وقت باشه میشه قواریر. نه، این مستطیل قائم اولی، شماره دوم مستدیره. بله گفتین اگه وصل باشه خونده میشه که میشه قواریر. وصل خب شما تا توقف میکنید.
خب نه اگر من مثلا این دوتا آیه رو به هم وصل بکنم میشه خب کانت قواریر را قواریر. نه اولی شما فرد بگید، اولی 2 حالت داره، وقف و وصل. دومی هم 2 حالت داره، وقف و وصل. حالا شما اولی اول بگید تا بریم سراغ دومی. قواعد اول بعد قواعد دوم. خب قواعد قواعد اول اول گفتیم که اگر که مستطیل باشه فقط وقتی وصل اول باشه وقف بعدم وصل. اول وقفشو بگید. 4 وقت حالت داره دیگه. وقفش چی میشه؟ میشه قواری را، احسن. حالا وصلش چی میشه؟ میشه قواریر. نه قواری هم نه دیگه وصل میخواید بکنی، قواری نمیشه. میشه قواری. این اولین قواری رو میخواید به قواری دوم بچسبونید. بله وصل. میشه قواریر را قواریر. ر احسن. قواری ر. قواری نمیشه. پس مدل اول اگر استوب کنید وقف کنید میشه قواری را. بله. اگر کانکتش کنید وصلش کنید چی میشه؟ قواری قواری را ر. قواری. حالا سوال بنده اینجا قواری ر یا قواری ر؟ سکونم بدیم. نه سکون نداره. قواری ر. آه سکونی همین. نداره. کلا اصلا الف که وجود اینجا نداره هنگام وصل کردن. حالا مدل دوم چی؟ مدل دوم چی خونده؟ مدل دوم که نه وقف نه در وقف خونده میشه نه در وصل خونده میشه. بخونید حالا. میشه قواریر من فضه. این حدیث قواری ر دیگه. هشت باید بخون. قواری ر. قواری ر. ر من فزه. استوبش چی میشه اگه بخواید اینجا وایستید؟ بازم قواری ر. نه دیگه همین نکته کلیدیش این وقت استوب است. میم اگه بخواید وایستید چی میشه؟ میشه قواری رم. نه بخواید وصل کن. استوب کن. استاب کنیم میشه قواری را. یا بنچه نه دیگه قواری. خوندید. بخاطر صفر مستدیر مگه صفر مستدیر مگه در همه حالت چیز خونده نمیشد؟ خونده نباید بخونیمش. خونده نمیشه. خب و نمیخواد اینو بذارید کنار. اگر بخواید وصلش کنید که میشه قواری ر. درسته؟ اینکه واضحه. اما بخواید وقتی که وجود نداره شما فتحه هم بم جای بوم میکنید. بهش میگم وقف اسکان. وقف اسکان یعنی چی؟ یعنی شما آخرین حرکت کلمه اگر فتحه کسره ضمه یا تنوین این و اون باشه این 5 تا علامت برمی‌دارید جای سکون میذارید. اینجا فتحه است. درست شد؟ قواری ر میشه دیگه چون الف که شما نمیخونید. فتحه رو بم دادید میشه چی؟ قواریر. نکتهش پس من یه بار سریع این حالت 4 حالت شد. 2 حالت برای قواعد اولی، 2 حالت برای قواعد دومی. اینجا یکی از سخت‌ترین جاهای آیات قرآنه. درست شد که حالا در بعضی از چاپ‌های قرآن متاسفانه دیگه اون قرآن جمع شد. این علامات رو براشون همه چیکار کردن؟ بفرمایید حذف کردن. این زیادیه. بذارید چشم مثلا خلوت‌تر بشه که راحت‌تر بخونن. و اون مشکل‌زا میشه. مشکلش هم مشخصه دیگه. شخص که اینجا برسه این علامات رو حذف کنید نمیتونید کلمات رو راحت و روان بخونید. بعد یعنی حفظ کنه شخص اگه این علامات نباشه. خب خیلی هم مشکله. اینی که از علامات خیلی مهم، این صفرها خیلی مهم در به اصطلاح قاعده 11 حروف ناخوانان. در بعضی از کتب روحانی نکته اومده ولی اینا در پاورقیه، در متن نیست. خب این لازمه که در متن کتاب باشه نه در پاورقی. خب من 4 حالت رو میخونم. 4 حالت شد. شماره 1 شماره 2 و یطاف علیهم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواريرا. این استوب. كانت قوارير من فضة. این هم کانکتش وصلش. حالا میگیم سراغ قواعد دومی. قوارير من فضة قدروها تقديرا. این چیه؟ وصلش. حالا اگه بخوایم وایسیم چی میشه؟ قواریر. خب دیگه الف که خونده نمیشه کلا. اینجا سکون میزنه میشه قواریر. کلا این الف رو با اون
میگم بله وقتی که اگه الف این الف با صفر مستطیلش نبودم فرق نمیکرد دیگه، درسته؟ چون حالت عادی اگه قواریه نبود، بله فهم نمیکرد، تو بله این دو بله حالت فهم هم حالت نمیکرد، بله. بله کلا گفتم این صفر مستطیل کل عدمه. کل عدم یعنی چی؟ یعنی وقتی فهم که تو نمیوردم ارزم بودشون که این از اینجا این دو کلمه خیلی به هم نزدیک و مشابهن، سخت این آیاته.